ما یک وقت نظر به تفسیر معارف القرآن او یک تحقیق کرده، گفته که شکاری که توسط تفنگای فیلی میشه کلش حرام است. اما وقتی در حدیث مراجعه کردیم الحمدلله بسیار خفه بودم که این مردم ما خو بسیار شکار میکنن، خصوصا سمت شمال بسیار شکار است دیگه، یا کلی مردم حرام میخوره. الحمدلله وقتی در حدیث مراجعه کردم فهمیدم که اونجا مطلق شکاره، ولو که به هر قسم مرمی باشه به شرطی که خون بیرون شود، این حلال است. او در جمله موقوزه داخل نیست. پس از او خاطر بسیار خوش شدم، به خاطری که سالا مردم اینمی چیزا را خورده، خوب شد که در چیزی حلال بوده نه حرام. چرا که اونجا خون میاد. والمتردیتو، حیوانی که افتاده باشه، از بالا افتاد یا در چا افتاد بماره. بله اگر کدام حیوان اهلی از انسان یاغی میشه یا اینمی طور یک حیوان در چا میاد، تو تا شده نمیتونی که ذبح بکنی، چطور میتونی نجات بدی؟ از بالا به نام الله بسم الله بگو، قطعی کار چیزی تیز که او را زخم بکنه خون بره بزن شه، بالکل برات حلال میشه، خون میبره. و النتیحه، حیوانی که زده شده باشه قطعی شاخ حیوان دیگه او هم حرام است، چرا که توسط زدن حیوان دیگه در این جمله موتر و گپام داخل است. توسط موتر یک حیوان زده شود اونو حیوان بمره یا هم حرام است. و ما اکل السبوع، حیوانی را که درنده ها خورده باشه و قبل از اینکه تو برسی او نفس خود داده باشه، یعنی بری تو موقع نباشه. الا ما زکیتم، مگر آن حیوانی که شما ذبح میکنید. در این استثناء علما دو نظر داره. یک تعداد قائل به است که ما این تنها به ما اکل السبوع است، کدام حیوانی که درنده خورده شه لیکن تا آلی را زنده است تو رفتی ذبح کردی، آلی بری تو جایز است. لیکن بعضی مفسرین میگه که قطعی ما قبل امی از چی منخنقه به این طرف، منخنقه، موقوزه، متردیه، نتیحه، ماکل السبوع، کلی از یاره اگر قبل از مردن نفس دادن تو گیر کردی ذبح کردی، خفه شده بود خطالی را دمش نبرآمده تو ذبح کردی، قطعی سنگ زده شده بود دمش نبرآمده تو ذبح کردی، افتاده بود تو ذبح کردی نبرآمده بود، حیوان دیگه زده بود تو ذبح کردی قبل از نفس برآمدنش، یا درنده خورده بود تو ذبح کردی، در کلی از یا تعلق میگیره و این قول راجح هم است، این بالکل برات جایزه. در اینجا ذبح دو قسم است، یکی ذبح اختیاری است و یکی ذبح اضطراری. ذبح اضطراری را میگه مثل شکار که آدم قطع تفنگ میزنه، یا یک حیوان یاغی میشه فرار میکنه باز قطع تفنگ میزنی، یا یک حیوان رو در چا میفته، در این وقت ذبح اضطراری است. تو اختیار نداری که او را خواب سم صحیح چپه کنی حیوانه بعد از او ذبح بکنی. الله متعال به این خاطر که امی حیوان هدر نروه، نعوذ بالله ضایع نشوه، این ذبح اضطراری روا کرده. پس ذبح اضطراری در موقع میشه که آدم ناچار است، ضرورت برش داره، از همون خاطر این را ذبح اضطراری میگه. یکی ذبح اختیاری است. ذبح اختیاری است گوسفند، بز، گاو، شتر این را چپه میکنی به اختیار خود ذبح میکنی. این باز دو قسم است، یکی ذبح است که در خود حلق میشه از بز، گوسفند و گاو، یکی نحر برش میگه که آخری سینه در اینجا زخمی میشه شتر تا که خونش بره. چرا؟ اگر بالا چی کنی بسیار به سختی نفس شتر میبره، از او پایینتر چی میشه. یعنی دو قسم حالت ما داریم، یکی ذبح اختیاری و یکی ذبح هم اضطراری. ذبح برای خود شرط و شرایط داره، در احادیث بر ما آمده. مثلا کسی ذبح میکنه عاقل باشه و چی هست هوشیار باشه، اگر طفل باشه ممیز باشه فرق کرده بتونه. در اینجا مذکر بودن و مؤنث بودن شرط نیست، هر کس میتونه. بعضی عواما در بین عوام مشهور است که زن ذبح نمیتونه، این گپ غلط است. یک کنیز بود میرفت کو چوپانی میکرد، یک وقت یک بز در حالت مردن بود، دستی قطعی سنگ گرفت ذبح کرد، پیش پیامبر علیه السلام آمد، ان شاء الله از جمله کنیزای ابو موسی اشعری رضی الله عنه بود، گفت بالکل درست است، زنام ذبح میکنه، این گپ غلط است. بعضی مردمای غلط باز دیگه توجیهات برای زنا میکنه که اگر ذبح میکنه اینطور کنه، این گپا غلط است، نادرست است. بعضی مردمای شبهه را میپرته که چیست حرام، چی بغندکش بالا رفته مچون که پایین آمده، این گپا غلط است. اصل مقصد در ذبح بریدن رگ هاست. 4 رگ است که یکیش حلقوم است، یکی شارگ است و 2 دانه رگایی که در بغلای گردن قرار داره. همین 2 رگ 3 رگ که قطع شد بس دیگه حیوان ذبح میشه. البته از طرف پشتی سر اگر کسی حلال کرد و رگان ناقطع شدگی نفس حیوان برآمد،
این نادرست است، به خاطری که آن چیزی که شرط برای ذبح بود در اونجا چی نمیشه. بله انسانی که مثلا پاک نباشه، در حالت جنابت باشه، هم ذبح کرده میتونه، هیچ گپی نداره. ذبح مسلمان و ذبح اهل کتاب این بالکل درست است. تنها ذبح مشرک، ذبح کافر این درست نمیشه. آلی وقتی که ذبح ضروری است برای حیوان مذبوح، بسم الله گفتن ضروری است، چرا که پیغمبر علیه السلام میگه آن چیزی که نام الله سرش گرفته میشه شما بخورید. ذبحایی که فعلا میشه از بعضی چیزا در خارج، این چی رقم است؟ در خارج انواع دیگری است. یا مثلا کرندی برق برش میده، ایرا میگیره قرار چی میکنه، بیهوش میکنه، از بین میبره، یا میزنه قطی سوته، یا آینی کلان است. به این سیستم اگر چی میکنن حیوان از بین میبره، مکمل حرام است. چرا؟ یادم کوزه داخل است اون، چرا که زده شده. بله اگر یک دفعه او را بیهوش میکنه چی توسط برق یا توسط کدام دوا، بعد از او ذبح میکنه، خو حیات و زندگی دیش موجود داره، در او وقت با ذبح صحیح میشه، به شرطی که مسلمان ذبح بکنه. کدام گوشتایی که از بیرون بر ما و شما میآید و ما شک داریم که آیا این ذبح به طریق شرعی شده باشه، مثلا اکثر جاها مرغا که حلال میشه فقط در ماشین بسم الله نوشته، بسم الله الله اکبر نوشته است، بٹن یا تکمه را میزنه، ماشین سری چقدر سرای چی مرغا یک دفعه پایین میشه. این درست نیست. چرا؟ اصل بلند کردن آواز توسط ذابح است. کسی که امین تکمه را پچک میکنه باید دمو فرصت بسم الله الله اکبر بگه، ولو که 1 میلیون مرغ هم باشه ذبحش درست میشه. اگر او خودش بسم الله نمیگه، همونطور فقط دمو کارت الله اکبر نوشته است، این حلال نمیشه. در مرغا یک اشتباه دیگه هم است. اکثر از که ذبح میشه بدون از اینکه رودمودش کشیده شوه، این را در آب جوش میپرته، چون که رودمودش کشیده نمیباشه نجاست میباشه، این نجاست تصرف میکنه در گوشت از او خاطر کوشش کنیم که از این طور نوع گوشتا نخریم، بلکه او مرغی که در دم روی خودی ما یا اینجا کشته میشه از او استفاده بکنیم. گرچه دایی هم یک سلسله شبهات بعضی مردم پیدا کرده. بعضی مردم چی که اگر یقینی باشه باز خوردنش جایز نیست. اکثری مرغا که میگه کلان میشه خونه برش میده، اینمی خونی حرامی که از حیوان است، مثل که ما و شما سر ما حرام است، دادنش به حیوان دیگه هم سر ما حرام است. اگر ما یه عمل انجام میدیم حرام است. گاهی هم مرداری را به سگ نمیبریم، اگر بردی تو گناهگار میشی. بگذار اونجا با سگا که خودش میره میخوره، او جدا مسئله است. اینمی قسم به حیوان حلال اگر چیزی نجاست میدی گناهگار میشی. از همون خاطر است که مرغ بسته شود تا که گوشتش پاک شود از چیزای حرام. همین قسم بز و گوسفندی که گندگی را خورده رایسته، او هم باید بسته شود، از چی علف چیزا داده شود. چرا؟ علتش نمیسته که ما گفتیم که اثرات گندگی و صفتای خسیس همیشه سرایت میکنه به کی؟ خورنده گوشتی نمی حیوان. از او خاطر از این منع قرار داده شده. در مرغا چون شک پیدا شده، بهتر است که انسان امر یقینی را در پیش بگیره، از او مرغا استفاده کنه، نه از این مرغا. اما حرام صریح برش گفته نمیتونیم. کسایی که میگه حرام صریح است، حرام صریح برای خود دلیل نص صریح کار داره، تا که دلیل صریح نباشه این صحیح نیست. بله اگر اهل کتاب ذبح کرده باشه به اون شرایط بالکل برای ما جایز است، به شرطی که به مود دین و نصرانیت خود یا یهودیت خود عقیده داشته باشه، پابند باشه، علمانی نباشه. علمانیا و از دروغ میگه ما نصرانی و یهودی هستیم، با التزام با احکام یهودیت و نصرانیت نداره و بیدین است، علمانی است، همونطور خود منسوب میسازه. ذبح ازوا باز اعتبار نداره.